چرا بعضیا اینقدر حالشون بده و ازش در نمیان؟ میخوان خوشبخت تر باشن. ارسطو میگه انسان اگر بخواد خوشبخت باشه مشکلی نداره، میتونه با کمترین آرامش و قانع شدن به کمترین ها اون خوشبختی لازم رو به دست بیاره. ولی بدبختیش از نقطه‌ای شروع میشه که میخواد خوشبخت‌تر باشه، خوشبخت‌تر از همسایه، خوشبخت‌تر از برادرش، ثروتمندتر از دیگری، داراتر از اون. این ترک میاد وسط، این فرد حالش بده. یه نکته دیگه این که علت این که حال بعضی از ماها تغییر نمیکنه به خاطر این که مبتلا شدیم به دوستانی که نقش قطار شهربازی رو دارن، سر ما رو گرم میکنن ولی ما رو به جایی نمیرسونن.